بله زبیده شتن خوب خیرته شکر چرا گریه میکنی زبیده خب چه کار کنیم ما خب انا ما شما با بابا میگم 5 دقیقه بعد به تو زنگ میزنم خوبه خب خداحافظ چی میاد دست ما که بکنیم نه نون میده به زینه او میده تو که زن جمع نمیتونستی نون دادن نمیتونستی خرج دادن نمیتونستی زن نمیستی چه کار وای 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 دیشب خوراک میگه نون چای نبود که خواهی نونا خوش بخواه نون او خوردیم دلچینی مچه میری؟ خیر بینی سبق بخون که خیلی فایده داره فهمیدی؟ جزم دیوم میخونی؟ بیشتر با جایزه هم دیر بودی بابا باسکیلی هم با تو میخوره خوب؟ بابا با چه کار شد؟ زبیده زنگ زده چی مطلب؟ هیچی چی؟ بابا امق ضربه گفته دیشه چای نبود نون خوش خوردیم چای نبود که خواهید اونا خوش بخوریم نون خوردیم خب گفته نیمر جمع میکنه خرچ خونه میاره نون میاره ما چی بخوریم زنگ برای اینا بزنیم منده نماشی یاری خوبی شکر خود چرا گریه میکنی؟ خود چه کار کنی؟ یعنی من چه کار کنم؟ من چی خاکتی را صرف کنم؟ دختر عروس کردم و بالا افتادم کم خرجت برم داده نمیتونم حالا خودت چه کار میکنه؟ صبح میره شوم میاد 2 دست عدوی پا درسته میفهمی دختر این تیغیم به دل خورده باشه که تو اگر دوی سرا به در کدم دیگه به زندگی دست تو نخواهی دیگه نگن که من شوی دارم من خونه دارم من زندگی دارم همالا کن خلاصه خودتو میگه مگر زنده نباشی که تو حساب کن یک لقمه نون نبینی که بخوری من میام فقط من 5 دقیقه بعد بخیر من میام من خونه میام سرور میارم سرا میارم باشه همون گیلک باشه تو زشنالا زن همینجا را خوب بگیره برم کچاد این چی زنده روزگاریه این هم کار کردم هم خرجتون هم پیدا کرده نمیتونه یعنی ترده هم میزنم دیگه و واسه میگه چیز میدی و با ما بستو که بیار که بخوره کیاره دیگه هم زنه بودم هم جوال ارزانه بودم خرج کنم ری کنم رویجی ری کنم آنه بیام گریه نکنه بیام در پیشن سیار کرده باشه خداحافظ بگرد پیشی تو کجا میره؟ میرم به خواهد بیارم کجا میرم؟ بابا میگم خود یک دن جنگ دوایی نکنین خود پیار گپ زنین خود ینگازین با خوار من وردن بیارین ما گشتگی نمیموریم هر چی ما بخوردین خوار من به کنار مانه خوار من میخوره بابا جان ما به جنگ کردن نمیرم پیا خب بله به جنگ کردن نمیرم که خوار تو دارم میارم خب خدا
چیه؟ ولی میخوای کار کسی پیدا کنی دیگه چی کار بدم کردیم؟ با شروع کردی شروع کردیم یک لقمه نون نیه بخورم دیگه چی بخوریم؟ خب با مرد که نیه با قبرستون تیره که نیه با هر قبرستونی من میرم کار غریبی نیه من بیام دیگه مگرم تو گوشت و لال و جوایی بیارم بعد مردم هسته با تو نیه؟ نیه دیگه اشته نیه خوری دیگه بدم که اگه بیری شکار هسته با کجای ساعت هم کار با که من رفتم نیه دیگه تیر کنی یک ماه دو ماه دیگه هم به گوشتگی میتی تیر کنیم بلکه یک سرنوشتی خدا برابر کنه با ما مجبوری که بری کار کنی خرج خونه بیاری اینجا بیامدی خود بدم که دیگه چی کار شده؟ تو سعی کن زاد گپ پیاله دیاره تو بگذار با ما چیز نکو دیشب همینجا یک چکه چای نبوده که خدای نونا بخوریم نون او خوردیم آمد کدو پلوار من خوردم که با تو نون او خوردی خب من پلو کنه خوردم بدیدم من نه چیش نیستم کوری کنه بدم بدیدم که چای نبود دشلمه نبود او جوش نبود جاکه و بیاوردی خودی نونا خشک بخوردیم در زدیم بخوردیم خب اگه بری کار کنی چرا نون او بخوری؟ چرا نمیری کار نمیکنی؟ تو از کی میمونی؟ تنه خورسه کو؟ ما برارا بی غیرت تو میمونم برارا بی غیرت نیه همه تو میرم کار میکنم خرج زن بچه خوکو میدم قیقداد نکش پول نیه کار نیه دیگه 4 روز 5 روز 20 روز یک بندی اومد دیگه مخورم چیز خاک برگه تو از ما بیتری من کار نمیکنم بیا خود زنگ بزنم که بیا من بخورم من کار ندارم من میگم لا اله الا الله با هر که زنگ میزنی بهم نفتا کنه ویری خود زنگ ده بیایه پیار تا من از پیار خود میترسونه چه کار میکنه پیار تو؟ زن جمع کده نمیتونی زن نمیتونی نکو یک زن ترک زندگی را من به هم اختی نکو هیچی من میخونه نیه که اصلا ما بخوریم آخه یک آدمی پیدا نشد به من بگه تو چرا زن میکنی نمیتونی زن همین پتو سر شونیم بودن بیترتر بودن نه تو تارتوق بیخان خوی انداختم زن کردی مجبوری که خرج خونه رو بیاری اینجا خور بدم هم نکو بخی برو بزرگ کاری بره خوب من به هیچ جا نمیرم فهمیدی؟ به هیچ جا نمیرم نه من اینجا خور بدم کن سعی کن که زنگ میزم یا نمیزم من پیار خود زنگ میزم که بیای برم یه حالی بیای ببره تور به سرمو پیار خود داری خو به سرمو مادر خود داری به سرمو نفتا کنه ویری خود داری تو امی تو زمان زنگ ندینی که بیتا برار تو هم بیایه برار دگی تو هم بیایه مادر تو هم بیایه همه بیایم پیار تو هم بیایه نه اوه تو خواه شو اینجا آنی خواه نمیشم این سرام هستا برو راجع نرفتی برو یالا بزر بزر اشتنی دختر دیاری خوبی؟ شکر شما خوبیم سلام شکر زنده باشه خدا خب چه با گریه میکنی؟ چه کار کنم من هستم مرده ها؟ من هستم گله چه کار کرده گیله؟ تمام شو من خونه اینجا خیلی میبری خونه میار دلی برای که هیچی نداریم بابا جانو مرد کی نداریم شما من چه کار کنم؟ چه کار کنیم بدبخت بیچاره شدم من میخونه هیچی نیه که ما بخوریم دیشب نون او خوردیم پس دیگه من چی خاکر سیاه و سخت کنم دست شما؟ هم به گیلک نمیشه زنی بودم خرجی رم بودم من چه کار کنم بابا جان من بدبخت بیچاره شدم حالا خودت به کجایی؟ من چه مامانه که هم کردم برد گیری شد از خونه بیاری به کجایی؟ نمیفهم کجا رفته تمام شو قدم سیاه کلم هنگی میه به خونه میه جنگ میکنه نونه رو بیاره برده هیچی نیه چی زنده روزگاره؟ من چه کار کنم دیگه خود شما؟ من غم خود سر بخورم غم گیلک بخورم غم جزانه بخورم غم کیر بخورم من اینجی نمیفهم با چی کار کنیم بابا جان چه بدبخت شده میزه خونه افتادم حالا گریه نکنه بیام تارتوق کو سلام تو شکم دشنه سلام به کجایه
میگو گیلک جان من خودتو چکار کنم ها چی؟ تو هم روزی که اگر نمیتونستی زن خوشم کرده به من میگفتی که من زن خوشم کرده نمیتونم نمیتون نمیتونی بابا جان من میرم کنی شما من دیگه کار ندارم میزی خونه من یک چیز به تو و میگم کار خود کو بکردی دیگه زنگ خور بزدی صبر کن پیار تو بیا مادر با چی گریه فرشا نمیکنی لبا خور مثل بزوری به شار میکنی خوب کار میکنم چپ کن حرف دهن خوب بفهم تو هم یک انسانیه اگه بگی کشمیش یا دوم میدارم مگر ما پیار مادر خود زنگ زنه چه کاره؟ اگه بگی کشمیش یا دوم میدارم مگر ما پیار مادر خود زنگ زنه نون نده او نده چای نده هیچ کار نکن خیرم سیکو که زنگ نزنه شکم گوشتم میشه او از ما بیتره ها کی بیتره اگه کار کنی چه زنگ گوشی روینی چه کار کنم کار کو کجا شونه خوب خرج ده با کجا با می هیرات با کجا من بسته مردم کار پیدا میشه تو کار پیدا نمیشه ما بسته مردم که کار میکنم تا شما میره مثلا گذر میشینه با پای مرغان میره میشینه نمازگاه خودی توقاش خو یا خودی بل خو یا خودی گلماله خو یا خودی هر چیزی که مرگ خاکی که به دستم هست میاره اومد خو یعنی کار هیچی بگیر تو نمیای نه یعنی بابتی یک روزم کار بگیر تو نمیای وقتی اگر تو که میاد به سر میدون استاده میشه 5200 نفر به کلیو میریزم من تو که آخیر پوک بدم میدم میره برات کار خوب نه یعنی چه کار کنم نمیشه که خرج دختر فرم ری کنم کی گفتون خرج دختر فرای کنم خدا گوشی که دختر مسیح نو میکنه که این خونه از شما بیتره ما میگه از بیتره کاکا جو کار کو هیچی کار به تو مسئله نمیشه کسی که نمیفهمم شما بیاریم با من یک کار بدیم بگیم می کارم بگیریم این زمین همین اصفارت بکن اگه من گفتم نه او وقت بگیم ها خیال به من مشت پیرمرد کار معصر میشه با تو کار معصر نمیشه ها شما سرمایه داره من چی دارم سرمایه چی زندگی دارم من چی دارم که من سرمایه دارم من نمیفهم حالا که من بیام دختر خونه برو اگه با 4 طرف سرام دور زدی پاچکا تر میشکنم انی تیقین دیده تو خورده بود اون پدر حوصله میکنه بره من میبرم وقتی تو ارجم کردن هستی من میبرم من از اولاد خوب کار دارم اینا میفهم یا نه من چی خوردم میکنه که او میخوره تو سگردم بخور تو سگردم بخور سگرد دختر شما بخوره تو بخور بعده اگه کار کنی چرا کار نمیکنی کار نمیکنی چه کار نکنم برو دشویی خیلی کو بلیا بله ها من این کار رو بمونده به چای شما که کاکولا خوری تا فعل خب کار میکنم همینطور برای اینا ماسر میشه میخورم باور دو مسمای به خونه شما باشه تا من سرمایه بخور پیدا چگاره؟ دو مسمای بخور اصلا یک ثانیه دیگه نمیخوام دور سرام دور زنی خب من دار بیا از این نمیام مثلا شما بفهمیدی؟ با چکا تر میشکنم با اون 4 طرف همون کوچه دور زنی من گدایی کنم کاکا خسر گدایی کنم امیتا خب برو گدایی کو امیتا گدایی کنم شکر به در سرا شما نمیان که با من لقمه نانه بده که خسر من با من از این چیش خوسه کنه و تبورقه بگه تو زنم بودم جوال ارزانم بودم نیه گپ مردم با ما یک بوجی برای جو تیم روغن و اگه چای داشته حساب کتاب تو ریکن خوب خوش وقت خرج میشی دختر خب فعلا بدین تا ما سلامشی رو خوب پیدا کنیم بفهمیدی کو پیار تو کجاه پیار مال برفتم سرا برو صدا کو بیا که خود گپ زن برو با کجا صدا کنم برو که ما سرگیش از دیرم وا کنم انجا بده آنها وقت بریم این باغچه پشت سرام سایه بریم خود گپ زن بمیجه ها انا میرم من دیگه نمیتونه دیگه با موردار فقط نمونده ایران میفهم یا نه سلام
علیکم. سلام علیکم. شما خوبین؟ خیریت کیار هستین؟ خوبه. الحمدلله. شکر شما زنده خوبه. باشید. خوش آمدید. خیریت که شاخور همین میشونید. زمین نسق میکنین گفتم گندم میکنین سایه من نازمی شاخه پینیر گفت بچه رای کدام عرر بیاره گفتم باشه کم خدام دستا خوبش کنم. میگو کوکو جو. خوب بشینین. میگو ما بیاودم که سرگوی شما دل صحیح واکن. بله. هم شما که فرض مثلا بچه شما کار کنی نبود کارگری نبود بله. چه بیاودن شما خودم خیشی کردین دیگه همین فعلا کو کار غریبی فعلا نیه که ما به تو بگین کار غریبیه بچه به ساعت کار نمیره خب همین فعلا کار غریبی نیه. خب کوکو جو بله. نمیشه که همین دختر خودم گیلک دادم برد یک بوجی برنجی تیم روغن چای دشلمه زبون همه سوکاته به برد بستم ری کنم بریو نه. یعنی کار را داره نه. امروز دختر من دیشب زنگ زده که ما نون او خوردیم یعنی حتی پیاله چای هم نبوده که من خودم چای همین نون رو بخورم این چی زنده روزگار پیا هم 3 روز 4 روز کم خدی مادر خوبمون نمیسازه سر صدا کده میبیخی یک هفته از این گیله خبر ندارم ازم زنه بچه هم خبری ندارم. ما حالا کم هیچی هم نگفته. ما حالا کم بیامدم پیار خوبه گردم دق نشی خیش ما هستی خود ما هستی رگ جون ما هستی کوکو من فقط دختر خود میبرم به خونگاه خوب دیگه اگه بچه شما با 4 طرف همین کوچی سرامو در زد پاچکار میشکنم تا هر زمانی که به خوب پول پیدا کرد سرمایه خوب تیار کرد دختر من بتونید جمع کرده بعدی بیا زن خود بردارم حالا که من گیله که کلون بکدم او زن بدادم دیگه 1 سال 2 سال میشه خونه و زندگی و سیوای همه هر کاری که میکنی خدی هم خودی برو جواب تربت خدی خودی بشی گپ بزن. خب گفتم من خود از هم مسئولیت کنم گوارد ببر دختر من ازم دست گیلک و من حالا کم بیامونم شما پیارینی از شما مسئولیت کنم کوکو سبار تو نگی که تو چرا بدون مشوره تو دختر خوردی چی ببردی انیت خلاصه با تو بگم من بیامونم که با تو مسئولیت کنم مسئولیت من همینه برادر هم دختر خور میبوری ببر مدو گیلک هم همین فعلا کار غریبی نیه کوکو کار برف هم نمیکنه. گوش کشین میگه کار نیه به ما آدم صرفی کار هسته اما بزن نیه او تنباله تنبال میفهمی مثال قدیم محمد تنبال کو اما سنیر بشنیدی که محمد تنبال و همون محمد تنباله کوکای من پر روزو خد قادر به کار رای کدن ده بجه قادر بیامد میگیر چیه چی رای کدی به من میگم یا آخه 100 کیلو 200 کیلو وزن مازینه میگه اندازه یک بچه شیرخوری کار کردن نمیکنه. خب دیگه الله میفهم خیلی من تا کی دیگه دختر خو برند بودم کوکو خب بیا بریم همون جیور ببین خدی و گپ زنیم ببین دو نصیحت میکنیم خدی. ما گپ زدم کوکو ما گوش دو تیر کردم حالا بیام که گوش شما تیر کنم نه خونی سیوای همون خب گفتم ما گوش گپ گوش شما تیر کردم سوار گل فرض شونه نکنه از طرف که تو چرا بدون مشوره تو دختر خوب بردی اما مر که دختر خوب آخه نه رو چاشتی بیا بریم خونه. کوکو جون زنده باشی خوش آمدین. خدا